سلام. این ویدیو رو میگیرم برای سنگ های شکلاتی رنگ که میخواد به رنگ خود نما برگرده. اینا را چون حالت برجستگی داره و اینجاهاش ساب نمیتونه بگیره، بغلا رو ساب نمیتونه بگیره، چون سابم که بگیره، چون میخواد به سنگ شکلاتی رنگ برگرده، هیچ موقع صیقل نمیشه بدی. چرا؟ تو سنگ ابزار هیچ موقع اون صیقلا رو نمیشه بدی. جایی اگه تخت باشه و برآمدگی و برجستگی زیادی نداشته باشه، احتمال اینکه بتونی ساب بزنی تازه نه مثل رنگ خود سنگ شکلاتی میشه. حالا راهکارش چیه؟ ما راهکار اولیه که خب دستگاه اینا حجاری کرده، بعد از حجاری یک مته ها یا یک صفحه های فرز هست سر خود CNC بسته میشه. اینا رو ساب اولیه، پویش اولیه میگن. اولیش که چیز میخوره خشن تراشی، چنین زبره هایی داره، چنین خشای درشتی داره، اینا رو دستگاه میگیره. حالا ما بخوایم اینا شبیه به خود ساب کنیم، ساب خود سنگ کنیم، جوهر نمک چیز ساده میریزیم روی سنگ. حالا سنگ ابزاری که کار کرده باشیم یا آره بیا اونجا، یا کار کرده باشیم روی نما. معمولا باید رو نما کار کنیم، چون نما وقتی چیز بهش میگیره، نما چون سیمان اینا بهش میگیره، اگه سعی کنیم وقتی که نما بشه رو بزنیم بهتره. هیچ کاری هم نداره. حالا من تو ظرفی نذاشتم که راحت، اگه توی ظرف چیز بذاری یا با یه کونه پلاستیکی رنگ، چیزهای پلاستیکی هستن، پوشش های پلاستیکی مثل گونی های پلاستیکی، یکم بزنی، یه دستکش تو دستت کنی بمالی، دقیقاً این سنگ به رنگ خود شکلات به خودش در میاد. الان اینم شکلاتیه ولی هیچ رنگی الان سفیده. بعد چند دقیقه دقیقاً سنگ میشه شکلات.